مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. قطعا تو هفته‌های گذشته و توی ماه‌های گذشته با شنیدن قیمت یورو و دلار حسابی شوکه شدید. البته یه عده هم حسابی آببندی شدن با این وضعیت قیمت یورو و دلار و سایر ارزها و طلا که هر روز داره بالا و بالاتر میره و هیچ فکری هم به حالش نمیکنن و فقط مسئولین دارن توی این ماها و توی این روزهای این قضیه رو ماسمالی میکنن. در حال حاضر که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، دلار در داخل ایران 21,000 تومان، یورو 23,000 تومان و پوند هم 25,000 تومان تقریبا داره معامله میشه. حالا 200 هم بالا پایین به جای بر نمیخوره. چرا که کارشناسان اقتصادی در حال حاضر تحلیل کردن که به تنهایی یورو تا سپتامبر یعنی شهریور ماه تا 26,000 تومان بالا میره. یعنی شما فکر کنید که کارشناسای اقتصادی و کسایی که توی بازارن و صرافا میدونن که قیمت یورو از 23,000 تومان تا 26,000 تومان بالا میره، اما مسئولین داخل ایران نمیدونن. بعد به صورت مقطعی شوک وارد میکنن، قیمت رو میارن پایین، میگن ببینید اینا دروغ گفتن، ببینید اینا دارن اشتباه میکنن. در طول سالهای گذشته ما این قضیه رو دیدیم و حالا امروز من چند تا از مصاحبه‌های مسئولین قبلی، جدید و نماینده مجلس رو برای شما پخش میکنم. شما باید به عقل اینا شک بکنید، یعنی سوادی که اینا دارن. نمیدونم چی بگم. اول از مصاحبه آقای همتی رئیس بانک مرکزی شروع میکنیم که بهش گفته بودن که آقا دلار 19,000 تومان شده بود، الان که دلار شده 21,000 تومان. اون موقعی که 19 تومان بود آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی گفتش که اینا شوک بازار، نوسانات، یکی یه جای دیگه دنیا حرف زده، یه قراردادهای بالا پایین شده، به خاطر همین قیمت دلار 19 تومان نیست 16 تومنه. ببینید این ویدیو رو. و بعد از اینکه دوباره این مرزها باز شد و در واقع رفت و آمدها و ورود کالا به طور جدی در کشورهای منطقه و کشورمون راه افتاد، خب طبیعی بود که یه ناترازی بین عرضه ارز و تقاضای ارز در بازار به وجود اومد. خب همه اینها با هم دیگه و یه مقداری هم به حال اخیراً شوک‌های روانی که بعد از تصمیماتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفت، قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن، همه اینا کمک کرد که جو روانی رو در بازار ارز ایجاد بکنه. خیلی خوب به ما میگن که چی میشه آیندهش چی میشه. من عرض میکنم که بالاخره اینها شوک‌های گذراست. ما تا وقتی که احساس بکنیم این شوک‌ها گذراست، علتش هم که میگم چرا گذراست. ببینید اون چیزی که الان برای ما مهمه در واقع قیمت ارز در سامانه نیماست که تجارت کشور رو ما داریم در اونجا تامین میکنیم. خب همین الان من امروز میانگینش گرفتم زیر 16 تومان دلار داره مبادله میشه و همین امروز یه چیزی نزدیک 120 میلیون دلار عرضه بود در این نیمه. روز گذشته بالای 120 میلیون دلار عرضه شده بود و میانگین یک ماه گذشتهش هم که نگاه میکنم هم درهمش حدود 400 تومان، 4400 تومان، هم در واقع قیمت دلارش زیر 16 تومانه. پس این نشون میده که اون چیزی که در بازار اتفاق افتاده در واقع یه شوک موقتیه. برای شوک‌های موقتی که ما نمیتونیم سیاست‌های پولیمون رو تغییر بدیم. سیاست‌های پولی باید به موقعی برسه که ما احساس بکنیم در واقع فروزی که برای پیش بینی تورم داریم، یکی از فروز ما نرخ ارزه، نرخ ارزی هم که برای در واقع تولیدمون مصرف میشه. بله. اگر اینا دچار تغییر بشه خب ما دخالت میکنیم. بله، یعنی این صحبت‌های آقای همتی منو یاد سریال مهران مدیری میندازه که بازی با اعداد و ارقام و قیمت یورو و دلار میکنه. این یه تیکر هم ببینیم، خالی از لطف نیست. یه مثال برات میزنم. اگه دلار از 4 تومن بشه 10 تومن تو خوشحال تر میشی یا از 18 تومن بشه 10 تومن؟ خب طبیعتا از 18 تومن به 10 تومن منو بیشتر خوشحال میکنه. ولی در هر صورت دلار شده 10 تومن. این به خاطر شادی شما عزیزانه. بله، یعنی اون موقعی که گفتن 19 تومن نیست 16 تومن میشه، بعد از اون دلار شد 21,000 تومن. کلا لج این یورو دلار با مسئولین، هر چی مسئولین بگن برعکسش عمل میکنه. بعد از اون این جالبه، آقای شمس الدین حسینی رو شاید خیلی از شما بشناسید، شاید خیلیاتون هم
نشناسید، ایشون وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد بودن، یعنی توی دولت آقای احمدی نژاد وزیر اقتصاد بودن. آوردنش توی تلویزیون، ازش پرسیدن که قیمت یورو، دلار و گوشت و مرغ و اینا چنده. کسی که در حال حاضر نماینده فعلی مجلسه نمیدونه قیمت مرغ چنده، نمیدونه قیمت طلا چنده، نمیدونه قیمت گوشت چنده. بعد حالا حساب کنید که اینا داخل مجلس میخوان برای مردم عادی، نه آقازاده ها، میخوان قانون تصویب بکنن. نماینده مجلسی که خبر از قیمت ها ندارن. قبلا هم گفتم سر بنزین هم همین بود، نماینده مجلس برای قرمز سوار میشن، پول بنزینشون رو دولت میده، ماشینشون هم دولتی، اصلا مهم نیست قیمت ماشینا، اون ماشین آشغالی خودشون بالا بره تا 90 میلیون تومان. همه این قانونایی که تصویب میکنن برای مردم عادیه. ببینید این صحبت‌های آقای شمس‌الدین حسینی رو خندتون میگیره. دلار تا چه عددی میره بالا؟ دلار من یه پیش بینی دارم، ولی فکر میکنم که همه ما هنرمون باید این باشه که در آستانه بالاتری رو مدیریت کنیم. چه عددی؟ عدد نمیگم بهتون، حالا یه عدده حدودا. نمیتونم بگم. واقعا توصیه نمیکنم به شما دنبال این عددا باشید. و سکه تابعی از دلاره. در واقع خیلی مشخصه، ما یه قیمت جهانی طلا داریم، یه قیمت به اصطلاح ریالی دلار داریم، این دوتا در هم ضرب میشه. گوشت و مرغ شما خودتون میرین بگیرین یا نه براتون میگیرن میارن؟ بله، من ترامپ برای من گوشت و مرغ میاره، چقدر استخدامش کرده. الان کیلو چنده؟ الان آخرین عددا 8000 تومان اینها بود فکر میکنم. و گوشتم فکر میکنم 100 و خورده هزار تومنه. خوردهش خیلی مهمه. نه خانومم میگیره من. آها شاخ. دیدید مجرم تا اومد مچشو بگیره گفتش که نه خانومم میره خرید میکنه. بعد یه جا از صحبتاش گفتم از ترامپ میگیرن، من نفهمیدم قضیه شده. تو من ترکیه بودن از برج ترامپ و اینا میگرفتن، اینا قضیهشو نفهمیدم درست، برام جا نیافتاد این تیکه از صحبتاش یعنی چی. البته این دانش آقای نماینده مجلس بود، آقای شمس‌الدین حسینی، صحبت قبلی هم آقای همتی بود، اینا همشون برگرفته از تفکر آقای روحانیه که قبلا تو مجلس یه دونه سخنرانی کرده بودن، گفته بودن بودجه سال 98 یعنی پارسال بر اساس دلار 4200 تومانی تصویب خواهد شد. یعنی بودجه رو اومده بودن 4200 بستن، پارسال توی آخرین دقایق نزدیک 16-17 تومن بود دلار، یعنی دلار 4200 بستن 16-17 تومن پای مردم. مشخصه کسری بودجه میاد، مشخصه که گرونی میشه، تورم میشه، بعد قیمت هم زارت میکشید بالا و قیمت نفت هم همینطور، سایر محصولات رو هم همینطور. بریم اون صحبت قدیمی آقای روحانی رو بشنویم که گفته بودن که بودجه سال 98 با دلار 4200 کالاهای اساسی ما 4200 تومان خواهد بود و من خواهش میکنم از بخش اقتصادی کشور، بخش خصوصی ما، عمومی غیر دولتی ما، همه در این زمینه متحد باشند، مردم ما رو کمک کنند، مردم ما رو یاری کنند. دولت به سهم خودش در این زمینه یک قدم بسیار بزرگ برداشته. قدم دوم در بودجه سال آینده برای معیشت مردم اونهایی است که حقوق ثابت دارند، حقوق بگیران شاغل، حقوق بگیران بازنشسته، مستمر بگیران. حقوق ها رو مثلا یه چست مسقال بردن بالا، از اون ور اجناس رو 40-50% کشیدن بالا. دولت تصمیم گرفته حقوق شاغلین، بازنشسته ها، مستمر بگیرها را سال آینده 20% افزایش بده. این برای این است که باری که بر دوش مردم قرار گرفته، مخصوصا اونهایی که حقوق ثابت دارن، این بار کاهش پیدا بکنه. بله، یعنی شما نگاه بکنید بودجه 98 با 4200 بستن، با چند دلار رفت تو سال 99 با هلوش 16-17 تومن، یعنی 2-3 برابر بودجه رو کم پیش بینی کرده. البته آقای روحانی همیشه میگن که نگران قیمت ارز نباشید، چون خودشون همیشه جیبشون پره. بنده خود این صحبت رو برای خودشو
دوستان همسنفای خودش میکنه. وقتی میاد تو تلویزیون ازش میپرسن آقا قیمت دلار رفته بالا، قیمت یورو رفته بالا، میاد میگه نگران نباشید. این صحبت‌ها برای فک فامیله، نه برای مردم. شما در انتخابات به مردم قول دادید که نگران قیمت ارز نباشند. الان میدونید امروز دلار قیمتش چنده و میدونید همین بالا رفتن نرخ ارز چه اضطرابی بین مردم به وجود میاره. میخوام بگم در کل مردم باید بدونن که درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتره و سال آینده درآمد ارزی ما حتما از امسال انشاءالله بیشتر خواهد بود. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومنه؟ اولا دلار 4750 تومان نیست. حالا وسط این دعوا شما نرخ تعیین نکنید. خیلی پایین‌تر از این هست. همین امروز هم پایین‌تر از این بوده. باز هم باید پایین‌تر از این بیاد. این کاری است که باید بانک مرکزی انجام بده. من به مردم به صراحت میگم که دولت هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست. من یک بار دیگه تأکیداً میپرسم، پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟ بله، ما همین بله رو میخواستیم. بله توجه کردید. یعنی اون موقع رو 4200 و 4700 هم اختلاف وجود داشت. الان که شده 21000 تومان. ولی همچنان میگه که نگران قیمت ها نباشید. یعنی چون گفته نگران نباشید یورو دلار 4-5 برابر شد توی 2-3 سال. اما از اون بالاتر این سلبریتی هایی بودند که حمایت کردن از یک جریان سیاسی خاص مثل جریان آقای روحانی و گفتم آدمایی که هنرمندن، بازیگرن، سلبریتی ان، بعد برن تو حوزه خودشون صحبت بکنن. اونا چه به سیاست، به قول خودشون پس فردا این سیاسی‌ها بهشون هم پوزخند میزنن، چون سواد سیاسی ندارن، چیزو از گوشگویده تشخیص نمیدن، تا دسته هم میکنن تو پاچه‌شون و از معروفیت و محبوبیتشون هم استفاده میکنن. هرچند سلبریتی هم سرشون بیکلا نمیمونه، قشنگ امتیاز و پول و این چیزا رو هم میگیرن. خانم باران کوثری که یادتونه که چجوری یقه جر میداد توی کمپین های انتخاباتی، یه تیکشو ببینیم. با امیدی که امسال من به تدبیر شما داریم، مطمئنیم در 4 سال آینده به بقیه خواستهامون میرسیم. به احترام سید محمد خاتمی این بار در همین اردیبهشت کارو یکسره میکنیم. دیدید دیگه چجوری یقه جر میداد. بعدش الان اومده مصاحبه کرده، گفته گول خوردیم و اینا، گفته نهایتش پوله رو میگیرم، چند سال بعدم یارو داغون عذاب دار من میگیم گول خوردیم. کنترل که نمیندازی که. خودش تو صحبتاش هم میگه که سیاسی‌ها به ما پوزخند زد. از اون بالاتر آقای رشیدپور بود که در طول سالهای گذشته ما تو تلویزیون دیدیمشون به عنوان منتقد، بعد فیلماش توی کمپین‌های مختلف انتخاباتی آقای روحانی یکی یکی اومد بیرون، بعد آنچنان حمایتی میکرد از آقای روحانی انگار پسر خالشه. بعد توی یکی از همین کمپین‌ها هم میگفت ریتم بگیرید بگید آقای روحانی حمایتت میکنیم از این صحبت‌ها اینا. یعنی با ریتم قشنگ نگم براشون. ببینیم یه تیکه از صحبت‌های آقای رشیدپور رو، بعد بیام نکات دیگه هم داره. روحانی دوست داریم. اگه تونستی ریتمشو در بیاری، این یه ضد ضربه اینجوریه. روحانی دوست داریم. حالا با دستاتون هم میتونین ریتم بگیریم. ببین بزن دستا رو. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. امروز تو این برنامه باید متحد باشیم که بدونن پشتیبان‌های آقای دکتر روحانی، یاران آقای دکتر روحانی مثل کوه پشتش ایستادن، همشون متحد و منظم و یک صف رئیس جمهور مورد علاقهشون رو تشویق میکنن. روحانی حمایتت میکنیم. روحانی حمایتت میکنیم. هرچند که ما همه دلواپسی ها رو میفهمیم، همه دلشوره ها رو میفهمیم، حتی دلیلش رو هم میفهمیم، اما این جمع بزرگ فریاد میزنه که سیاست خارجی مورد تأیید ماست.
بذارید من سیاست خارجی رو بگم، شما مورد تایید ماست تا موتورمون روشن بشه. سیاست خارجی، بلندتر، سیاست خارجی، سیاست خارجی، سیاست خارجی. ایشالله که پله پله تمام قفل‌ها در سیاست خارجی با کلید دکتر حسن روحانی گشوده خواهد شد. بله دید آیه رشید پوچی یقه جرمی دادن و اینا، بعد اومدن خفتش کردن گفتن آقا شما تا دیروز اینجوری حمایت میکردی از آقای روحانی، بعد شدی منتقدش، بعد تو تلویزیون باش مصاحبه کردی. بنده خدا میگه من فقط برای این مراسم 50,000 تومان پول گرفتم. ناقابل، قیمتش هم چقدر پایین. یعنی من یادم باشه هر کار تبلیغاتی خواستم بکنم 2 برابر بهش پول میدم، حالا چون یورو شده 4 برابر بهت میدم. آقا رشید بزنید 400,000 تومان بهت میدم، بیا برای من اینجوری تبلیغ بکن. شما که با 50,000 تومان میری تو کمپین آقای روحانی و اونجوری یقجر میدی، من اصلا 200,000 تومان چیه؟ 2 میلیون بهت میدم، 5 میلیون جهنم از ذره شما که اینجوری میری تبلیغ میکنی. بشنوید این صحبتشو. سوالمو شفافتر بکنم. رضای رشیدپور روی رئیس جمهور محترم داره صحبت میکنه، سعی میکنه چالشی برخورد کنه، انتقاد کنه، راجع به ارز جدی باشه، راجع به عملکرد رئیس جمهور در کرمانشاه اون شکلی صحبت کنه که در ادوار گذشته تجربه نشده. اما سری تصاویر در جزی میاد روحانی دوست داریم در شوهای انتخاباتی و آدم‌ها میگن این چی بود؟ الان میگم. در سال 92 در حالی که من هیچ برنامه، هیچ پروژه‌ای در سازمان صدا و سیما ندارم، تعلق کارمندی هم به سازمان صدا و سیما ندارم و در کشورمون موجی از ناامیدی نسبت به شرکت در انتخابات راه افتاده، یک گروه انتخاباتی به من میگه که آقا میخوای در کمپین ما شرکت بکنی؟ فکر میکنیم تأثیر داشته باشه در دمیدن شور و هیجان. من به عنوان یک شهروند همیشه سعی میکنم که آینده رو روشن و امیدوار ترسیم بکنم. در سال 92 من احساس میکردم اگر فقط بتونم 10 نفر رو متقاعد بکنم آینده کشور امیدوار باشن، روشن نگاه بکنن به فردا، من تکلیفم رو ادا کردم. من اینجا به صراحت میگم از دولت محترم و مسئولان دولتی هم تقاضا میکنم سندی خلاف این دارن منتشر بکنن. تنها چیزی که من از دولت آقای روحانی گرفتم، تنها چیزی که از دولت آقای روحانی گرفتم، یک تراول چک 50,000 تومانی است. شب میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما سوار هواپیما بودیم، آقای رئیس جمهور بلند شدن به همه عیدی دادن، یک تراول چک 50,000 تومانی هم به من دادن. تمام عایدی من از این همه نقدهایی که می شود با دولت روحانی است، رفیق آقای رئیس جمهور. اصلا من کجا با آقای رئیس جمهور، من شنها 10-15 دقیقه رئیس جمهور رو در رو دیدم قبل از گفتگوی تلویزیونی با آقای رئیس جمهور بود و تنها چیزی که از دولت آقای روحانی گرفتم همون تراول چک 50,000 تومانی است. دیدید دیگه بنده خدا 50,000 تومان پول گرفته. گفتم دیگه من تا 5 میلیون هم حاضرم به شما بدم. شما برای من تبلیغ بکن، مثلا برنامه اینا، برنامه مثلا 50 میلیون میدم مثلا بیا برنامه تو پشت پرده اجرا بکن. دیگه بهتر از این الان دارم تو این ویدیو میگم آقا 50 میلیون من برنامه به شما میدم، شما هر برنامه‌ای برای من اینجوری اجرا بکن، بگو پشت پرده اینا. بعد تازه یه بار هم نرفته، 2-3 بار رفته، یه فیلم دیگه هم ازش در اومده. ببینید. رندان سلامت میکنند، جان را غلامت میکنند، مستیز جامت میکنند، مستان سلامت میکنند. بله. بعد تهش هم میان مثل خانم باران کوثری میگن گول خوردیم و اینا، ما اصلا نمیشناسیم کی کجا چی. ما اصلا یه بار رفتیم، حمایت بوده، می‌خواستیم بریم شرکت بکنیم، شور و نشاط و اوج و این چیزا به موضوعات بدیم. اینا موضوعای رشیدپور بود. تو این هیری ویری یهو خبر میاد بیرون که ناقابل 1,300,000,000 دلار ارز دولتی گم شده. یعنی تو این هیری ویری که یورو و دلار همینجوری زارت داره میره بالا، یعنی 1,000,000,000 و مثلا 300,000,000 دلار گم میشه. انگار مثلا یه گوشه افتاده برداشتن بردن و انگار بی حساب کتابه. ببینیم این صحبت‌های آقای دلاوری رو که میاد از قول یک سری از مسئولین صحبت میکنه و افشا میکنه
این ارز دولتی که تو این هیریویری گم شده. یک خبری منتشر شد از وزیر بهداشت که گفته 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. فکرشو بکنید، 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. وزیر بهداشت گفته که بعد از اینکه من این خبر رو اعلام کردم خانواده منو به مرگ تهدید کردند. فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی. بسیار جای تأسف داره شنیدن چون این خبر به قدر کافی دربارش حرف زده نشد. شنیده بشه وزیر بهداشت اعلام کرده که اون شبکه‌ای که اومده و ایشون داره ازشون افشاگری میکنه رفتن یه شبکه تو فضای مجازی ایجاد کردن، بابت هر توییتی که میزنن پول میگیرن علیه ایشون و علیه حرفی که زده. از همینجا از وزیر محترم بهداشت دعوت میکنیم بیان پایش توضیح بدن با ریز ماجرا و افشا کنن که چه اتفاقی افتاده و جدی امیدواریم که قوه قضاییه اصلا از کنار این حرف به راحتی نگذره. از قرار موثق شبکه راند و فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه‌های مجازی هزینه‌های میلیاردی میکنن که منو تخریب کنند، یعنی بابت حرفی که زده تخریبش کنند آقای وزیر رو. این پول‌ها از کجا آمده؟ از جیب اون مادری که گوشواره دختر بچه سرطانیشو تو خواب در آورد و فروخت تا فلان داروی قاچاق یا تقلبی اینها رو تهیه بکنه. آدم‌هایی که شارلاتانن و کلاهبردارن انسان‌های بسیار پستی هستند. این خیلی روشنه. اما کسی که از داروی مردم و از غذای مردم و از فضای پزشکی که بی‌پناه‌ترین آدم‌ها بهش پناه آوردند سوء استفاده میکنه، من نمیدونم باید اسمشونو چی گذاشت. بله دیدید دیگه، یه سری کمپینا هم درست میکنن، کانال هم درست میکنن و یه سری از افراد هم میخوام بیان صحبت بکنن، از اون 1,300,000,000 دلار 100 میلیون دلارش خرج میکنن، طرفو نابود میکنن توی رسانه‌های مختلف و از این کمپینا و هشتگ ها این چرت و پرت هم برگزار میکنن. در هر صورت آقا چیزی که مشخصه قیمت یورو و دلار و پوند داره میره بالا. خیلی ساده به شما بگم، مسئولین هم دارن ماسمالی میکنن که این قضیه جمع بشه. جدیدن هم این ارز نیمایی و اینا رو من شنیدم حذف دارن میکنن، یه سری از اقلام رو حذف کردن، ارز 4200 رو یعنی باید با یورو دلار آزاد بخرن. خب وقتی این قیمت رو با یورو دلار آزاد بیاد تو بازار ایران، حالا دارو باشه یا سایر محصولات باشه، تبدیل بشه به ریال، چندین برابر قیمت فعلی میشه، همه اجناس هم 2-3 برابر میشه. حقوق ها رو مثلا یه چوس مسقال بردن بالا، از اون ور اجناس رو 40-50% کشیدن بالا. البته اونایی هم که کشیدن بالا اون فروشنده هم دیگه بنده خدا میرن از اون دلالای بالاتر میخرن، خودشون که نمیتونن بکشن جنسی و بالا. مسئولین هم که قربونشون برن مرغ و گوشت و ایناشون رو خانوماشون میخرن و هم قیمت پایین میخرن. اگه آدرس بدن ما هم بریم بخریم ممنون میشیم. خلاصه دمشون هم گرم. در هر صورت اون چیزی که مشخصه مردم که شرایط اقتصادی عجیب و غریب بدی هستن. یعنی من با خانواده خودم، با دوستان خودم تو ایران صحبت می‌کنم. قطعاً شما که حالا تو یوتیوب دارید خارج از ایران ویدیو رو می‌بینید، خیلیاتون حالا با فیلتر شکن داخل ایران دارید ویدیو رو می‌بینید، بهتر از من این قضیه رو می‌دونید و این جور ماسمالی کردن ها فکر می‌کنم فقط توهین به شعور مردم. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. لطفاً ویدیو رو به اشتراک بذارید توی شبکه‌های مختلف، مردم هم مقداری آگاه بشن نسبت به این موضوعات. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، اگر هم دوست نداشتید دیسلایک کنید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه.